اگه دوست داری این مدل رو یاد بگیری تا انتهای ویدیو همراه هم باشه. کامل بهت توضیح دادم چیکار کنی. بهت پیشنهاد میکنم بیای تو پیجم که کلی آموزش این چنینی داریم. خب بچه نگاه کنید، من دامن کلوش رو روی آستری پارچه برش میزنم همونطور که توی ویدیو بعد این آموزش براتون میذارم. دور تا دور این قسمت رو شما باید نوار گرند دوخت بزنید، فقط نوار گرند. خب و بعد از اینکه دوخت زدیم آستری کارمون رو روی پارچه اصلی فیکس میکنیم و بعد آستری و پارچه رو تقسیم میکنیم به تعداد دلخواه که توی این مدل 16 تا قسمت داره که اینها رو در نهایت من برش میزنم. خب نگاه کنید، من این قسمت هایی که خط تا انداختم رو برش میزنم. قسمت هایی که این برش ها رو کمتر ایجاد کردم برای اینکه بتونم منظورم رو بهتون برسونم. خب نگاه کنید، این خطوط این تیکای مساوی پارچه منی که برش زدم همشون باید مساوی هم باشه. خب من این تیکای آستری و پارچه رو به هم دیگه دوخت میزنم. خب از این قسمت من دوخت میزنم، دوباره پارچه رو قرار میدم روی این قسمت، دوباره دوخت میزنم تا در نهایت به همچین ترکیبی برسیم که وقتی همه رو دوخت زدم به این صورت دامنم در بیاد. و وقتی دور تا دور کارمون رو دوختیم در نهایت دامن ما به این صورت در میاد.